بهاریکاری دولت یابان تریا رکخستی یونیسف دا بو یکم جار کوگه که پاراستنا واکسینه لدهو که ته آوا کرنو آماده بونا بالیوز یابان لعراق سوزوکی کوتارو و نوینر یونیسف و وزارت تندرستی عراق و ریوبر گشتی ساخلمی دهو که بهمی پیدوین تندرستی هاد وکرن. پشتوانی مادی و معنوی بودو پروژه مازن کرینه بارزگاه دو که اوجی کوگه و خزن کرنا واکسین الپارزگاه دو که و بمنکم تیده هر واسه پروژه برفره کرنا و آوا کرنا چاودیری چر یا ده تختیل نخوشخانه نخوشی کرونا یا بل نخوشخانه لولاف هاتی دانندن اف هر دو پروژه و کتینت کاری ده و همی و آواهی و پیداوستین پزشکی و بایلوز یابان ده پیوا وکنا پروژه دا آماجه کرده و خوراگری خلک و دوری کری و در باز کرنا کودان سخت و دجوار و بحثا وان هاریکاری مروواتی کر ین یابان پیشکشی آوره و پنابرا کرین لعراق و هرما کردستانه. دکتر فراس الموسوی نینر وزارت ساخلمی عراق بودنگ امریکا بحثا گرنگی هاریکاری تندرستی و آوا کرنا وان رنگ پروژه کرد. طبعا اليوم احنا سعيدين فايزين ایرو ام کیف خوشن کو ام لساغلمی دهو کنه و ام وی دسکفتا مزن دبینن جبو باشکرنا پاراستن و خزنکرنا واکسینا کووید 19 و یا زاروکان. اف پیشکتن به پشتگیری وزارت ساغلمی و ریوبری ساغلمی دهو که دبه کوانجی حکومت ژاپنی ورگرت. براستی اف یک جه دسکفتن مزنه جبو پیشوبرنا پروگرام باشکرنا واکسینان و خزنکرنا وان. حکومت یابان تاکنو که پتر 600 میلیون دلار هاریکاری عراق کریه 3 میلیون دلار تریا رکخستی نتوین یک بو یونیسف دا هاریکاری کریه. سلام بالایی دنگ امریکا دوهاک.